و موسی تمام جماعت بنی اسرائیل را جمع کرده با آنها گفت: این است سخنانی که خداوند امر فرموده است که آنها را به عمل آورید. 6 روز کار کنید و روز هفتم که شنبه آرامی کامل خداوند است برای شما مقدس خواهد بود. هر کی در آن کار کند کشته خواهد شد. در همه مسکنهای خود در روز شنبه آتش بر نافروزید. و موسی به تمام جماعت بنی اسرائیل سخن رانده گفت: این است سخنی که خداوند امر فرموده است. گفته است: هدیه های قوم، از جانب خود هدیه برای خداوند بگیرید. هر کسی که دلش مایل است بگذار هدیه خداوند را بیارد: طلا و نقره و مس و لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز و پوست قشقار که سرخ باشد و پوست پوست و چوب عقاقیا و روغن برای چراغ‌ها و عطریات برای روغن تدهین و برای بخور معطر و سنگ‌های جز و سنگ‌های ترسه برای افود و برای سینه بند و همه دانادلانی که در میان شما هستند بگذار آمده آنچه را که خداوند امر فرموده است به عمل آورند.